پوششش نه خوبه بدنساز. وای ببین چه بویی میده. آه بوش خیلی خوشمزه است. چنده؟ اینجا تو بخش از ساعت 11 شب تا 5 صبح خاموشیه و مریضا باید مثلا ساعت آرامش داشته باشن. quiet time. و واسه اینکه تاریکه یه عالمه چراغ قوه داریم که باهاش بریم حالا تو اتاق مریض که تاریکه رو ببینیم. یکی ویلچر رو اینجا آورده گذاشته رفته. قبل از این که بخوایم بریم بیرون از بخش از این پرده الکلی برمی‌داریم، گوشیمون و هنسفریمون و اینا رو باهاش تمیز می‌کنیم. بعد از در بیمارستان میزنی بیرون، اصلا حس آزادی به آدم میده. میری به سمت پارکینگ، بعدش باید این پولو بهشون بدیم که تا از آن نگیرن نمیذارن رهاشی. متاسفانه $20 ناقابل شوتی باید بکشم. ماشینا هم معمولا همین اولا میذارم که نخوام خیلی راه برم. وقتی که هلو میری لولو برگردی. به خود صبح یعنی کلمه‌شو نمیتونم بگم، کلمه بیادبانه است، ولی تا خود صبحاره. برعکس همه شیفتایی که خیلی خوب و ریلکس و آرومه و میشینم و کتاب میخونم و فیلم میبینم، خیلی شیفت گند و گویی داشتم. کمرم دیگه صاف نمیشه. hours later. سلام، حالتون چطوره بچه‌ها؟ به یه ولاگ جدید خیلی خوش اومدید. آقا همطور که دیدین رفتم شیفتم چقدر بد بود. یعنی وقتی که با چند تا پرستار که تازه دانشگاه فارغ التحصیل شدن کار میکنی، همینه، تک تک اتاقا رو باید بری کمکشون کنی چون نمیدونن که دارن چی کار میکنن. و من ادعام نمیشه که من سابقم بالاه، ولی بین همه اونا فکر کنم خودشون میفهمیدن که من از اون سابقم بیشتره. خودشون میومدن از من میپرسن اینو چیکار کنیم اون چیکار. خلاصه آقا شیفت 12 ساعتم برعکس همیشه که خیلی چیل و آروم بود و میشستم و هیچ کاری نمیکردم و کتابمو میخوندم، خیلی شیفت بدی بود. اما anyhow من الان بیدار شدم. نیکا 100 بار بهش گفتم 10 صبح بهم زنگ بزن چون قرار گذاشتیم بریم استارباکس بشینیم با هم درس بخونیم. بهش گفتن 10:30 بیدارم کن چون اگه ولم کنی به حال خودم میخوابم تا 5 و 6. بیدارم کرده، انقدر زنگ زده که الان ساعت 1:10 است. من آماده‌شم زدم بیرون که برم و داره برف میاد. داره برف میاد. شوتی برسم به نیکا و بشینیم یه ذره با هم درس بخونیم. شما اگه درسی که مشقی چیزی داری بیار بذار، در حینی که ما درس میخونیم تو هم بشین درس. نیکا دوباره گرسنه است.
نیکای میره تو ولاگ اما هر ولاگ یا گوشنه حسابیان یه چیز دقیقا خلاجه همین بگم. بچه‌ها طبق اون ویدیویی که آخرین ویدیویی که گذاشتم که نیکا خیلی گرسنه بود و نمیذاشت بچرخیم، خیلی از بچه‌ها توی دایرکت تو رو میشناسن. وقتی یه چیزی میگم بستگی داره که نیکا گرسنه باشه یا نه. ویدیو که گذاشته بودم داشتیم بازی میکردیم نوشته بودم به نظرتون کی برنده شد و یکی از بچه‌ها تو دایرکت نوشته بود که اگه نیکا گرسنه بوده قطعاً باخته. اگه نیکا گرسنه نبوده نیکا برده. من گرسنه میشم تمومم جایی غذا خورم من دیگه انرژی بگیرم. الان اومده خیر سرمون بشینیم درس بخونیم. همینطوری که من تنبل دیر بیدار شدم دیر اومدیم. حالا تا کافیمون رو بخوریم نیکا سیر شه جون بگیره تعریفمون تموم شه حالا یه 2 تا درس کوچیکم میخونیم. درس بخونیم به خدا. لیستم افتاد خدایا پاشم پتومتیم دیگه آقا این کار نکنیم که میخواد این کار کنیم. به خدا 40 بار یا کاپشنم افتاده یا گوشیم افتاده. گوشیم دیشب تو بخشش هم بوده یه بوم تو جیبم وای گفتم فقط همینطوره کم نستم بیفته که خمشم بردارن یعنی اینقدر کاراشا کرده نمیتون یه کارم رو کامل کردم. اون یک کارم آلموست تمام ولی دارم پیداش کنم دارش کردم با خدا این تکسی که من در اومده کردم یه جوری داره درس دیروز من میگه همین بغلیه که حرف میزنم خواستم هم بگم نان استاپ حرف بزنم استراحت نمی کنه حتی یه خلوب از اون کافیه کوکیه که خیلی نمیخوره حتی اجازه نمیدون دوست چیز نظر گویی بده بگیره حساب که دوستش فهمیدین داره چی؟ دوستش الان بلند شده خفه یه دقیقه بسا ببینم چه گویی داری میخوری دیگه اومدیم استراحت کنیم با همه درامات با 2 دقیقه اومدیم فوکس کنیم والا تقدیر این هست که این نمره آمدی تقدیر این دوتا بزنم مردم درسش نیاسته نمیدونم اسایمنت داریم ما زندگی میکنیم مثلشون بیکار نیستیم آقا دیگه همین کوده که کار میکنه الان داره ارور میده خدا من رو بکنم تقصیر اینا I know خیلی درس خوندیم بچه خیلی واقعا چی میگفتی کنارشه انقدر درس اصلا دیدم یادشی بود لفتم مگه نه من انقدر درس خوندم که دیگه دارم میمیرم نیکا انقدر درس خونده نیکا نمیریم نیکا انقدر درس خونده مغزش دیگه خسته شده خواهیم بریم یه چرخی مغازه همین نزدیکی ها تی جی مکس خواهیم بریم یه دور بزنیم چیزی پیدا میکنیم که یه ذره پول حروم کنیم من و نیکا یه مدت پول حروم نکردیم آخرین باری که رفتیم واسه همین الان داریم میریم شما رو هم میبریم امیدوارم که شما پا به پای ما درس خونده باشید ولی شما رو هم میبریم با خودمون بیا خیلی سرده صبح برف میومد ولی الان بند اومده من و نیکا بعض وقتا میایم بیرون و برامون خیلی مهم نیست که مثلا چقدر پول بدیم بیشتر وقتا مهمه ولی بعض وقتا هم پیش میاد رو مودی هستیم که میخوایم بخریم مهم نیست قیمتش چند باشه الان رو مودی هستیم که هر چی برمی‌داریم نیکا میگه خیلی گرونه چیزی لازم نداره چیزی لازم هست نیکا خواست شمع بخره ولی شمع $5 اگه پیدا کنیم منم میخواستم دستکش بخرم خیلی گرون بود $10 بود حالا شاید در حالت عادی $10 گرون نباشه واقعا ولی چون که الان رو اون موده هستیم $10 خیلی اینا شمعه چه کیوته چنده $8 این خدا وکیلی 8 نمیاد
حالا نیکا موفق میشه یه چیز ارزون $5 پیدا کنه. وای ببین چه بویی میده. آه بوش خیلی خوشمزه است. چنده؟ 7 و 8 باشه ولی خب خیلی کریسمس 10. اوه نه تو باجتمون نیست. خب بگیر شاید $5 بس من برم کمکش ببینم یه چی $5 پیدا میکنیم. بچه‌ها یه چیز برای نیکا پیدا کردم $3 ولی اصلا نمیدونیم چیه. شیکر روش نوشته احتمالاً سر داشته. نداره. الان نداره شده $3. وای نه بامزه. نه چیزه. آه بیا یه چیزی بپاچی. چیزه فکر کنم پودر آره چیز می‌ذارم من می‌پاشم. خب اینم قشنگه که ببین چه کیوت سبده میتونی چیز ریز بریزی توش. اینم $4. اینا به باجتمونه. خب اینا زیر $5 ان. الان بعضیا میان مینویسن چقدر خسیسی. والا خسیس نیستیم. والا زندگی سخته. والا زندگی پر پیچ و خمه. اینجا اون سکشنی هست که مثلا چیزا رو با قیمت یه ذره مناسب تر گذاشتن. حالا یا سرش مثلا گم شده یا یکی برده پس آورده به این دلایل. شاید شمع ارزون توش پیدا کنه. بیا $6 شمع ولی خیلی بوبندینه. اینا این دوتا رونه این شکمه. این آخشه دیگه. بوشش نه خوبه بدن ساز. واقعا میخوای خرید کنی یا اسکلمون کردی؟ ببین میخوام خرید کنم ولی اول شم خواستم. الانم شم میخوام یعنی میخوام. فکر این به قیافش خوره ارزون باشه. حدس بزنی چند؟ حدس بزن. قیمتش رو حدس بزن. من میگم 4 تا. بچه شما اول نگاه نکنین حدس بزنین. خب زدین؟ دیده 4.95 میخوای بزنم؟ خیلی کوچیکه. خیلی کوچیکه. بوشن خیلی خاص نیست. وای این چقدر قشنگه بچه. لیوان هاچا به خدا شمعش هم آب شد. میتونی توش کافی بخوری. بیار نشون بده بچه ها. خیلی بابش. اینم کیوته. لیوان هات چاکلته. این چنده؟ چرا تگ ند؟ $13 خیلی گرونی. برو نازنین. این به نظر بوش خوب میاد. یه دونه من از اینا دارم خیلی بوی خوبی داره. اینم چنده؟ $10. به باجتت میخوره؟ بوی مردونه میده. هر چی بو میکنن که بو مردونه میده. خدا چون الان فصل کریسمس تایم و زمستون و اینا میبینی همه چی بابا نوئلی و کاج ماج و این چیزا شده. نیکا بی خیال شم شد اومده ظرف داره نگاه کن. این قشنگه. اینو دیدی؟ اینم بامزه است. این دوتاش با هم 6.99 نیکا. این خیلی خوبه ولی خب کریسمسیه. این مخصوص منه نیکا. روشن میشه؟ نه دیگه نداره. نمیشه بشه. چنده؟ $15. اگه خواستیم برام کادو بخریم بچه اینو بخریم. بگو. اون نمیخواد بگو. نه. بگو. خب بالاخره نیکا خرید کرد. چی خریدی؟ یه شمع خریدم. لیمیتو یه ذره $5 برد بالا و تونست یه شمع $8. ولی واقعا لازم داشتم. امروز از روز بود که واقعا چیزی که لازم داشتم رو گرفتم. آره. بوی خیلی بوی خونمون رو عوض کنم اتاقمونو. من لیمیتمو بالا نبردم با هم $5 که داشتم شمع پیدا کردم $4.99. ولی خب نسبت شمع نیکا خیلی کوچولوتره. هم اتاقی نیکا هندیه. میاد عودای هندی روشن میکنه. کل اتاقش بو هندوستانه گیره. عطر میزنه. بعد یه عطر انقدر قویه من پنجره رو بغلم میکنم. از این به بعد اینو روشن کن. بگو که دیگه عطرای تو رو نمیزنه. خیلی اول خوشش اومد. گفتم نه باید چیز بزنی شمع بزنی بوی خوب بیاد. شمع خریدم ولی شمعش میذاره بد بوی. خدای من اینو گرفتم این مقابله سری بعد برای هم اتاقی یه شمع کادو بده. خدا بریم. خب مرسی که یه روز دیگه هم با من همراه بودین. روزای من همینطوری میگذره ولی من جدیدن که نه خیلی وقت پیش بهتون گفته بودم من یه کار دیگه هم دارم. یعنی 2 جا کار میکنم. واسه همین بیشتر روزا درگیرم. خونه نیستم. واسه همین شاید فکر کنین که مثلا خیلی فعالیت نمیکنم. فعالیتم کم شده. دلیلش اینه که هر روز کار میکنم. میدونی یه اهدافی توی زندگیم دارم که در حال حاضر مجبورم هر روز کار کنم. ولی مطمئنا روزای خیلی آسون و راحت ترم هم خیلی زود میاد. واسه همین اون موقع میتونم واسهتون بیشتر ولاگ بگیرم و بیشتر بریم بچرخیم.
اما اینم یه روز عادی بود بعد از شیفتم که اگه نیکا زنگ نمیزد بیدارم کنه من میخوابیدم قشنگ تا 5 بعد از ظهر. یعنی طوری خسته میشم که تا 5 6 مثلا هفته پیش که همچین روزی تعطیل بودم تا 6 بعد از ظهر خوابیدم از 8 صبح. و وقتی بیدار میشی میبینی کل روز رفته و خواب بودی، من به شخصه یه حس خیلی بدی میگیرم، یه حالت ناراحت و افسرده طور میشم که چرا مثلا یه روز هم که آف بودم و خونه بودم خوابیدم این همه که الان که بیدار شدم کسلم و حوصله هیچ کاری ندارم. خلاصه اینطوری اگه نظری، آیدیایی، چیزی داشتین با من شیر کنین. حتما ویدیو رو بچه‌ها لایک کنین و با دوستاتون شیر کنین که باعث بشه بیشتر دیده بشه. من هی میرم و میام بعد هی نگاه میکنم ببینم چند تا لایک خورده، چند تا کامنت گذاشتن، بچه‌ها چی گفتن. خب هی که میام نگاه میکنم و مثلا پیاماتون و کامنتاتون رو میخونم، هی بهم انگیزه میده و هی خوشحال میشم و هی سعی میکنم که حتی اگه وقت نداشته باشم هم یه موضوع پیدا کنم و واسهتون ولاگ بسازم. مثل همیشه مرسی که هستین و همراهی میکنین. تا یه ولاگ دیگه، خدافظ.